نامصب نمیدونم این مغز چیه. دوستی داشتم هفته پیش به رحمت خدا رفت. بچه که بودیم وقتی میخواست غذا بخوره مرغ و گوشت رو میذاشت گوشه بشقابش، با پلو شروع میکرد. پلو رو میخورد، بعد میرفت سراغ گوشت و مرغ. میگفتم چرا اینجوری میکنی؟ میگفت میخوام مزهش زیر زبونم بمونه. ولی خب با برنج خودش رو سیر میکرد، دیگه مزه اون گوشت و مرغ رو احساس نمیکرد. بزرگتر که شد افتاد تو بازی تبدیل به احسن. مثلا اگر یه ماشینی رو تو قرعه کشی میبرد نمینداخت زیر پاش، میرفت سرمایه گذاریش میکرد، ملک میخرید، بعد ملک رو میفروخت، سرمایه گذاری میکرد. میگفتم چیکار میکنی؟ نه یه ماشین خوب سوار میشد، نه یه خونه خوب. گفت حالا چند تا معامله دیگه تبدیل به احسن بکنم، بعد زندگی میکنم. ولی خب عجل فرصتشو نداد. این بیت حافظ رو ای کاش میدونست: ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. کی برات تضمین میکنه که فردا باشی و از زندگی لذت ببری؟ ببینید بهروز جان، واقعا اینه که میگن در لحظه زندگی کردن، یعنی اون لحظه رو به تمامی زندگی کردن. یعنی اگر داری درس میخونی از درس خوندن لذت ببری، اگه داری کار اجرا رو انجام میدی از کار اجرا لذت ببری، اگه تو خونه کنار بچه‌هایی از اونا لذت ببری. ولی ما متاسفانه این گونه نیست. الان تو خونه این فکر سر کاریم، سر کاریم فکر خونه ایم، تهرانیم فکر شمالیم، شمالیم فکر تهرانیم. لامصب نمیدونم این مغز چیه. خب یه آرامشی بهش بدین. دو بیتی از خیام میخونم که کلا بگه که عمر اینها بر باد هست. میگه از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن دیروز، فردا که نیامده است فریاد مکن. فردا که نیامده ولش کن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن. حالی خوش باشو عمر برباد مکن. همه اونایی که خوش نیستن در لحظه دارن عمرشون رو مثل این دوست من برباد میکنن.